با عرض سلام و درود و به پایان به شما دوستان و تماشابینان عزیز و فراتر از جان، خاصه دوستداران صفحه اینستاگرام طلبشو. اصلا در باب زن، مادر، روزها، سالها، ماهها حرف زنیم کم است و تنها میخواهم از این منبر آزادی سخن بگویم. مادران ادامه دهنده نسل حیات، مادران فرشتگان زیبای زندگی، مادران بزرگترین مقدسترین بعد خداوند یکتا در روی زمین جهان شناخته شدند. مادران کبوتران خسته‌بال دنیای غربت و غم. دوستت دارم مادر جان، دوستتان دارم مادران. از اینجاست که محققان و مفسران قرآن مجید اثبات نمودند که 32 آیت کریمه بخشیده به عظمت بهترین گنج فروخی زمانه‌ای او زمانه‌ای آن مهر ناتمام تو خورشید عمر من خورشید سوم و کنج دلم جاودانه‌ای جاودانه‌ای Специально для Талабшоу из Казахстана. Модар. دوستان این سرود بهر همه مادران برای آزمونی اکای طلبشو. این مزاری رو برو به ما خانه شده خم در دلی ما اناری پور دانه شده یک بچه بودم جانو دلی آچه بودم آچم کی گذشت خاکی سری کوچه شدم های زردالوی زردی جیگرای بیریانمه های آچه جان در خانه ات مهمانمه های در روی هوی خواهرکی گیریانمه های آچم نسته کی بیشکنه ارمانمه. یک سرود در آزمون مادران. عشقم امیدم حیاتم توی ای مادری جان مادرم قلبم صدایم نوایم توی ای مادری جان مادرم شیرین زبانی درمان جانی ای مادری جان مادرم گشتی پریشان هفتان و خیزان از رنج دنیا از رنج مایا بر جسم و جانت پروا نکردی از جبر دنیا نوا نکردی احسن به نامت ای مادری جان ای مادری جان مادرم.